به نام الله بخشاینده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تماشابینان عزیز. موضوع امروزه ما خانه‌ای که چراغش خاموش می شود. بیاییم شب پرده های تکبر را کنار بگذاریم و با قلب خود صادق باشیم. آیا می‌دانی که امروز در کوچه و پس دیوارهای کشورمون چی فاجعه های خاموش رفته ایستاده است؟ عائله ها ساخته می شوند با آرزوها، با توی های باشکوه، با خنده های کودکان، اما بعد چند سال یا چند وقت این همه مثل قلعه قومی فرو می ریزد. اطلاع وزارت عدلیه تاجیکستان در سال 2021 نزدیک 14,000 خانواده از هم پاشیدند که نسبت به یک سال پیش 3,000 بیشتر بوده است. از این طلاق‌ها حدود 15,000 کودکان نیمه یتیم ماندند. سبب افزایش طلاق‌ها در کشور را هم مقامات و هم روحانیان مربوط به مشکلات اقتصادی و معرفت پست خانواده‌ها و آسان بودن خانه‌دارشوی نسبت به دیگر کشورها می‌دانند. امروز ویران شدن عائله‌ها در بین ما یک درد عادی شده است. میگویند ما راسا نکردیم، خصلتمان راست نآمد، زبان نیافتیم، به مثل همین بهانه ها. اما حقیقت چیزی دیگر است. ما صنعت زن و شوهری را گم کردیم. مردان ما مسئولیت مردی را با زورآوری و زنان ما استقلالیت را با سرپیچی عوض کردند. بیایید به خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم نظر کنیم تا بینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم با همسرانشان چگونه رفتار میکردند. مرد بودن زورآوری کردن نیست. نمونه ما و یا به ما پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند. بعضی از مردان امروزه گمان میکنند که مردی تنها در فریاد زدن، دست برداشتن، حکمرانی کردن است. وقتی از کار به خانه می آیند، خانه به زندان تبدیل می یابد. اگر خوراک اندکی دیر آماده شود و یا نمک نداشته باشد، قیامت برپا می شود. اما ای برادر عزیز، گوش کن. آیا میدانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانهشان چگونه بودند؟ عایشه الله از او راضی باشد میگوید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در خانه در خدمت اهل بیتش بود. بعضا لباسش را میدوخت، کفشش را تعمیر میکرد و در کار خانه به همسران کمک مینمود. وقتی نماز میشد باز به نماز میرفتند. صحیح بخاری. رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی که مدینه در زیر امرش بود، در خانه در کنار همسران خاکسار بود. او هیچگاه بر زن دست نبرداشت، هیچگاه کسی را دشنام نداد. او صلی الله علیه و سلم فرمود بهترین شما کسی است که برای اهل بیتش یعنی همسرش بهترین باشد و من بهترین شما برای اهل بیتم هستم. سنن ترمذی. دوستان عزیز، برای یک خطای خرد زن را به خانه پدرش میرانی و طلاق میگویی. آیا از این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم با خبر هستید؟ هیچ مرد مومن نباید از زن مومنش به کلی بدبین باشد. اگر یک خصلت او را بد بیند، خصلت دیگری او باعث خوشنودی او میگردد. صحیح مسلم. هیچ زنی نیز بی عیب نیست. اگر همسرت امروز گپی زد که به تو خوش نآمد، به یاد آر که او مادر فرزندان توست.
او کسی است که در نبودن تو شرف تو را حفظ میکند. خانه را با مهر اداره کن، نه با آهن و نه با خشم. آرامی مرد در چیست؟ ای خواهری عزیز ما بشنو. امروز چی چیز تو را ویران کرده است؟ چرا بعضا نصیحت شوهر برای تو به یک دیواری سنگین تبدیل می یابد؟ شبکه های اجتماعی، طعنه های دوگانه ها و یا قیاس دروغین. شوهری فلانی را بین چه ها خریده است؟ دلی تو را از خانه‌ات سرد کردند، یعنی خنک کردند. تو گمان میکنی که آزادی در برابر شوهر ایستادن و از او جدا شدن است. ولی یک بار اندیشه کن، از شوهر حلال خود آزاد شده و زیر دست کسی دیگر، یعنی مرد بیگانه، برای دریافت معاش کار کردن، مگر این آزادی است؟ ببین، اگر خانه ویران شدیم از پشت آنی که شوهرت امر کرد که این کار را نکن یا اعتراض نمود که چرا چنین کردی، تو این را قبول نکردی، غرور کردی و خانه‌ات را ویران ساختی. اما امروز رئیس کارخانه که تو زیر دستش کار میکنی تو را امر میکند، به سرت فریاد میزند و تو امر آن مرد بیگانه را بیچون و چرا اجرا میکنی. مگر همین آزادی است؟ اسلام تو را در خانه‌ات ملکه کرده بود، تمام نفقه و پول تو را بر دوش مرد گذاشته و تو را واقعا آزاد کرده بود. اما تو مثل طبیعت خام آدمی از پی شعارهای دروغین پول خودم یا اینکه ثروت خودم و آزادی خودم گفته، واقعا از آزادی حقیقی محروم گشتی و غلام کارخانه و مردان بیگانه شدی. امروز صد افسوس تا اینکه حقیقت را درک میکنی دیگر دیر می شود. الله تعالی در سوره روم آیت 21 می فرماید و از نشانه های او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنار آنها آرامی یابید و در میان شما دوستی و رحمت قرار داد. یعنی زن برای مرد آرامش است، نه میدان جنگ. وقتی شوهری تو از کار به خانه می آید، با خستگی به خانه می درآید، یعنی خیلی خسته شده می آید، او به یک آغوش گرم و تبسم تو نیاز دارد. اگر تو با چهره گرفته و شکایت ها او را پیشواز گیری، او این آرامی را از کجا یا اینکه در کجا بجوید؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی از غار حرا می آمدند لرزان بودند و ترسیده بودند. او نزدیکی رفت به نزد زن عاقله‌اش خدیجه، الله از او راضی باشد. خدیجه با سخنهای طلایی خود او را آرام کرد، یعنی تکیهگاهش شد. زن صالحه مرد را پادشاه می سازد، حتی اگر کلبه‌شان نیز فقیرانه باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند اگر به زن صالحه نگاه کنی تو را خوشحال می سازد. وقتی به او امر کنی فرمان برداری می کند و در نبودن تو خود و مال تو را حفظ می کند. سنن نسائی. عائله جوان خود را ویران نکنید. من نمی توانم درباره مناسبت خوشدامن و
مادر و بعض دیگر نفرانی که اویله را برای ویران شویش سبب می شوند گفته نگذرم. یعنی سبب سیومین ویران شوی اویله ها این گاهی می شود که یا مادران و یا خوشدامنان هستند. کارشناسان سبب‌های کنده شدن مناسبت‌های زن و شوهری را گوناگون می‌گویند. در این میان کم نیستند حالت‌هایی که به خاطر راضیگی مادر یا پدر حالت دست کشیدن از زن و فرزند رخ داده است. مادرانی هستند که به جای نصیحت دخترشان به او میگویند اگر گپت را نگرفت، یعنی شوهر منظورشان، خانه را پرتاب و بیا، من تو را در کوچه نیافتم. خوشدامن‌های نیز هستند که کلین را مثل یک غلام می‌بینند، نه مثل دختر خود، و پسر خود را بر ضد زنشان به جنگ می‌اندازند. در این بین زندگی هر بار خانه خوشدامانم میرفتم، خانواده خوشدامانم هم با من مناسبت نقص داشت، من از اونها یکم شکایت نمی‌کردم. لیکن هر باری که خانه می اومدیم شوهرم به من میگفت که تو با مادرم معقول نیستی، تو مادرم تو رو دوست نمی‌دارد. این گفته‌های خوشدامانم در مغز سر شوهرم جا گرفتگی اون تماما غیر این گپ دیگه چه نمی‌دونیست تو با مادر من معقول نیستی، من تو که 10 فرزندم کنم یک گناه کنی جدا میشم. هم خیلی گپای دل سرتوننده بود. من حتی کوشش می‌کردم تو فرا اون کنم که دلش یابو هیچ تاثیر نمی‌کردم. اون گپ مادرش در مغز سرش شمخ چسبیده مونده بود. در این دوام زندگیمون چند بار می‌رفتیم، چند بار می‌خواستم که خوشدامانم بگویم که چی به من همین خیلی نقض ندیدید، من چی گناه کردم. ای پدر و مادران، از الله بترسید. جوانان را گذارید که زندگی خود را درست سازند. به جای آتش را درگیراندن آب بپاشید. اگر جنجال خورده شد نصیحت کنید که صبر کنند. ویران کردن اویله و جدا کردن دو نفر بزرگترین آرزوی شیطانی لعین است. بیایید خانه هایمان را و عائله هایمان را نیز مستحکم کنیم. برادر عزیزم، همین امشب وقتی که به خانه می روی خشم را در بیرون بگذار و بعد به خانه داخل شو. به زنت با مهر نگاه کن، تبسم کن. حتی یک لقمه را که با دست خود به دهان همسرت میگذاری، اسلام آن را صدقه و باعث اجر دانسته است. خواهر عزیزم، شوهرت را احترام کن. کبر و غرور دنیا را کنار بگذار. بهشت تو در رضایت آن همین مرد است. بیایید به خاطر کودکان بیگناهی که بعد جدایی پدر را یا مادر را تنها در خواب میبینند صبر را پیشه کنیم. بیایید قرآن و سنت را به خانه هایمان برگردانیم. خانه ای که در آن صدای قرآن و اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم است هیچگاه ویران نخواهد شد. یا الله، عائله های جوان ما را مستحکم بگردان. در میان زن و شوی مهر و محبت حقیقی را قرار ده و کودکان ما را از طفلی به پدر و به مادر نگردان و حفظ نما. تو را دعا میکنیم یا الله تعالی بزرگوار، عائله های ما را در پناه خود حفظ نما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مشاهدین عزیز.